ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари Оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти Вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати қисми дуюми рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ, 12 дарвозаи Бухоро оғоз менамоем. ҳоло гуфтори чиллумро аз рӯи ин раман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. қисми 17. مثلا پرسید رئیس. حاضر میگویم، گفت حیدرقل. از روی قاعده بشریت و مخصوصاً از روی قانون عادلانه شورایی شخصی تسلیم شده را پراندن کمالی بیرحمی است. این حال از یک طرف حکومت شورایی را به نظر مردم بد کرده نشان دهد، از طرف دیگر به دست دشمنان این حاکمیت دستک می شود. نمیدانم چی مجبور کرده باشد که اسد مخصوم جبار قرباشی را با معاونهایش پس از تسلیم شدن آنها آورده پرانده است. کمیسیا این عملی اسد مخصوم را غیر قانونی و حتی مخالف کاری حکومت شورایی می داند. عکس الانقلابی گویید، گفتماند عثمان خواجه. من، گفت حیدرقل، روشن گفتم که غیر قانونی بیرحمی است. اکثریتی در مجلس نشستگان بی‌ضابطه شده به همدیگر نگاه کردند و در بین خود غر و پیس کرده ماندند. رفیق حیدرقل، گفت رئیس، بیایید حکم برآوردن را به اعضایان کمیته اجرایی سپارید و دانید که جبار قرباشی را چکه با تصدیق ما پراند. شما حالا به ما نتیجه تفتیشات خود را بیان کنید. مرحمت، گفت حیدرقل، و دیگر کارهای غیر قانونی اسد مخصوم را از قبیل زدن، قین کردن، عذاب دادن آدمان بیگناه، خانه سلات کردن دهقانان بیگناه و به یغما بردن مال و حال آنها را گفته داد. به کمیسیا معلوم شد که، گفت حیدرقل، اسد مخصوم و شریکانش 119 نفر دهقان را با تهمت خانه ویران کردند. در قشلاقها برای ترساندن مردم، برای واهمه انداختن، شباشب هجوم کرده، شباخونها زده، چنان خونریزی و جبر و ظلم کردند که در بسیاری قشلاقهای کژدمک، وابکند، خیژدوان مردم کوچیده به جاهای دور رفتند و یک قسمشان مجبوراً به باسمچیان همراه شدند. در این باره اثبات و دلیل دارید؟ پرسید رئیس. شاهدها جبر دیدگان هستند. در کجا؟ یک قسمشان را ما از حبسخانه های مخصوم یافتیم. همه آنها دشمن های حکومت شورایی، گفتماند اسد. شاهد ساختن در زمان ما از پیشتره آسان شده ماند، گفت معین جان مخصوم. خوب، دوام دهید، گفت رئیس. حیدرقل باز درباره گیروداری اسد مخصوم گفت و در آخر علاوه نمود. کمیسیا به همین قرار آمد از کمیته مرکزی اجراییه پرسیده شود این کمیسیه مبارزه با باسمچیان اطراف بخارا را برهم دهد، بجای این در بخارا و مضافاتها تشکیلات محافظان میلیتسیا را پرزور کرده در بین اهالی کارهای تشویقات و ترغیبات را براه ماند. وقتا که چکه در بخارا موجود است، در اطراف بخارا کمیسیه فوق العاده علاوگی لزومیت ندارد. خودی چکه را به قوت تر کنند
وظیفه های کمیسیه اطراف را خودش پرره اجرا کرده می تواند. حالا کمیسیه فوق العاده اطراف به درون شهر هم دخالت کرده، شخصانی به کاری آنها خلل می دادگی را ناپرسیش برده حبس کرده ایستادند. حاکمیت شورایی با جبر و ظلم و ستمکاری اساس خود را مستحکم نمی کند. در اساس قانون حاکمیت شورایی عدالت، انصاف و مروت جا گرفته است. حکومت شورایی حکومت عادل، خلق پرور و با انصاف است. هر کس که این اساس را ویران می کند و یا بی‌فهم است یا دشمن. حیدرقل به جایش نشست. اکنون طرف دیگر را می شنویم، گفت رئیس. اسد مخصوم گپش را گوید، انا بعد به مذاکره ها می گذاریم. مرحمت رفیق اسد خواجیف. اسد خواجیف یا که اسد مخصوم با شریکانش چطوری که گفتیم در سری ستال ننشسته از تحت دیوار بروی دیوان می نشست و از سیمایش نموده می ایستاد که از این مجلس و از این تاس و کوزه ها پروای ندارد. در گرد لبی وی آثاری تمسخر و بی اعتنایی نموده می ایستاد. وی از جای برخاست و بریش و موی لبش دست برده چطوری که در وقتی به یگان کس تهدید کردن نشان می دهند منحش را داشته ماند و با چشمانی سیر حرکت و پرما آسای خود حاضران را از نظر گذرانید. من چه هم می گفتم؟ گفت وی خود را موسیچه‌ای بیگناه گرفته. به حکومت جمهوریت بخارا، به کمیته مرکزی اجراییت تشکر می کنم که کاری ما را از نظر گذرانیده غمخواری کرده می ایستند. لیکن اگر از همین خیل غمخواری ها باز شده ایستد، اگر باز همین خیل یک کمیسیه تفتیشی فرستاده از حال ما خبر گیرند، ما داو دستگاه را گنداشته به دستی همان کمیسیه می دهیم و رحمت گفته به فکر یگان بیچارگی دیگر می شویم. این چخیل کمیسیه تفتیش که کارهای انقلابی و جان سپاری ما را غیر قانونی می گوید. به هیچ یک تلفات دسته غارتگری جبار را نیست کنیم، اطراف بخارا را تنج و آسوده کنیم، باز چی می گویی؟ جبار قرباشی با 3 نفر سربوری خود به تکلیف ما سر نفرآورد. خواست که باز گریخته رفته به کار غارتگری خود دوام دهد. بنابراین ما مجبور شدیم او را تلف کردیم. وی دشمنی خلق، دشمنی انقلاب بود. به جزای سخت و سزاواری خود رسید. اکنون برای این من جوابگر شوم. من درباره بسیار خردگیری های رفیق حیدرقل گپ زده گیله کرده نمیشینم. فقط همین قدر میگویم که کمیسیه من وظیفه انقلابی خود را دلیرانه، صافدلانه اجرا کرد و کرده ایستاده است. در این کاری مهم اگر میده سویدن نامفهومی و سهو و خطا شود هم باید معاف کرده شود، زیرا که انقلاب بی قربانی نمی شود. این را خود حیدرقل هم نقص می داند. لیکن در اینجا برآمده به کار من اینقدر خردگیری کردنش بی مقصد نه. در بین من و شخصا حیدرقل یک مخاصمه هست که خفگی عائلوی شده گذشت. من جیانی این کس را از دستی باسمچی ها خلاص کرده گرفتم و با دلخواهی همدیگر حیات عائلوی برپا کردیم. یعنی من آن دختر را به خود زن کرده گرفتم، زنی نکاحی و شرعی. این موضوع دیگر است، گفت حیدرقل. نه، همین موضوع سبب شد که شما به من هجوم را سر کردید، گفت مخصوم. همین موضوع سبب شد که من غیر قانون کار می کردگی ظالم و هر چی شدم.
نباشد در بین ما خلافی نبود. لیکن اول پرسیش بعد کوشش گفتند. من جیان شما را جبران و ظلمان به خود زن نکردم. من با رازگی خودش، با رازگی مادرش به وی خانه‌دار شدم و انا کمیته اجراییه این را تفتیش کرده می تواند. ممکن می گفت دست برداشته حکیموف که در پهلوی حیدرقل می نشست. وی مردی بود خیلی جوان، ستاره گرم و چشم و ابرو سیاه. از طرف حکومت خلقی بخارا و کمیته مرکزی فرقه کمونیستی بخارا چون وکیل بین الملل سیوم در نزد سفارتخانه روسیه کار می کرد. موافق خواهش کویبشف او هم در تفتیش کاری اسد مخصوم اشتراک کرده بود. دست برداشتن او را دیده رئیس مجلس در حال به اسد مخصوم اشاره کرد که بجایش نشیند و به حکیموف سخن داد. مسئله شخصی را آورده به مسئله اجتماعی و سیاسی همراه کردن خوب نه، گفت حکیموف. در کمیسیه تفتیشی حیدرقل تنها نبود و آنچه که او در اینجا به سمع حاضران رسانید تنها فکری وی نیست. به علاوه آنچه که رفیق حیدرقل در اینجا گفت، من نیز گفته می توانم که کمیسیه فوق العاده اطراف از حقوق خودش در حقیقت سوء استعمال می کند. آن عریضه های شکایتی که به وکالتخانه روسیه به وکالت بین الملل سیوم رسیده است نیز به این کار شهادت می دهند. اسد مخصوم از درون شهر بخارا 10 نفر آدمان گوناگون کسب را با تهمت گرفته حبس کرده است. به ما از طرف تشکیلات کسبه مشکاب‌های بخارا نوشته شکایت کردند که 3 نفر از فعالان آنها توفیق کرده شدند. از کاگام، از دیپای ستانسیه کاگام شکایت افتاد که مخصوم 2 نفر کارگر را از قشلاق زیر آباد گرفته حبس کردند و غیره و هاکذا. رئیس مجلس عبدالقادر محی‌الدینوف که آدمی ذکی و هوشیار بود این سخنهای حکیموف را شنیده به اندیشه فرو ماند. اسد مخصوم را شخصاً وی چندان دوست نمی داشت. بدتاری، آتش مزاجی و سبوکی های وی او را همیشه در غضب می آورد، ولی از بس که اسد مخصوم در دست قوه حربی داشت و می توانست هر فرمانی او را در حال بجا بیارد و گویا تا 1 درجه به وی فرمان بردار هم بود، بنابران طرفداری می کرد و به مقابل دشمنان خود خصوصاً به مقابل فیض الله خواجه‌اف و کمونیستانی چپ که به وی ضد بودند او را کار می فرمود. عبدالقادر از مرام و مقصد اساسی عکس الانقلابی اسد مخصوم بی خبر بود. و برعکس اسد مخصوم را از زیر دست خود و همفکرانش چون یک اسلحه نگه می داشت. حالا سخنان حکیموف را شنیده دانست که اسد مخصوم در کار خود به افراط گذشته، حتی به درجه رسیده است که نماینده روسیه و نماینده بین الملل سیوم کویبشف و انا این حکیموف از کردار وی با خبر شدند. این چندان مطلوب نبود. عبدالقادر نمی خواست که مناسبت خود را با نمایندگی روسیه بد کند. بنابراین با مقصدی به هر حال قناعتمند کنانیدن سفارتخانه روس و تا 1 درجه خاموشتر کنانیدن شوشوها در اطراف کار اسد مخصوم به خود قرار داد که مسئله را دورنگ کرده ماند. در مجلس برآمد کردن یکی از نمایندگان کمیته مرکزی فرقه کمونیستی بخارا که همه گمان داشتند البته طرفداری حیدرقل را می کند باعث حیرانی یک قسم اعضایان مجلس و قوی دل شدن قسم دیگرشان گشت.
من به واهمه رفیق حیدرقول شریک شده نمی توانم، گفت وی. و تشکیل کمیسیه اطراف پیش از همه کمیته مرکزی فرقه اشتراکیون بخارا سبب شده است و این کمیسیه و هیئت آن محض با تشبث فرقه به وجود آمده به کار سر کرده است. مسئله خوف و تهدید عنصرهای عکس الانقلاب در بخارا و اطراف آن هنوز هم برهم نخورده است. هنوز هم دشمنان حاکمیت شورایی یراق خود را نپرتافتند، برعکس روز تا روز زیاد شده ایستادند. بنابراین بیکار کرده شدن این کمیسیه نادرست است. هنوز به این فرصت نرسیده است. پرانده شدن جبار قرباشی تنها کاری اسد مقسوم نبوده، این کاری دولتی و کاری انقلابی بود که باید رفیقان این را دانند. در برابر همین اسد مقسوم و رفیقانش را خبردار کرده ماندن لازم که در حقیقت آنها هم از حقوق خود گاهی دانسته و ندانسته سوء استعمال می کنند. هوشیار بودن و پخته‌کار بودن همیشه منفعت خلق و فرقه اشتراکیون را در نظر داشتن لازم است. بعد از این چند نفر بر ضد اسد مقسوم و چند نفری دیگر به طرفداری وی برخاسته سخن کردند. طرفدارهای اسد می گفتند که وی جسور و ناترس و جان سپار است. برای انقلاب و برای پایداری حاکمیت نو کوشش می کند و بنابراین دشمنان حاکمیت شورایی از دست او تنگ آمده شکایت بازی را سر کردند و غیره و هاکذا. من به چنین خلاصه آمدم که گفت سخن آخرین را به خود گرفته رئیس. مسئله به همه ما معلوم شد. رفیقان اسد مقسوم، عصمت جان و عاقلف در حقیقت جان سپارانه با غیرت و شجاعت کار کرده اند، لیکن در کار خود به افراط رفته بعضاً به درجه سوء استعمال حق و حقوق رسیدند. نیست کرده شدنی جبار کاری بخیر، لیکن در این کار هم اندک تأمل لازم بود، یعنی دیرتر. به درون شهر به اجازتی چکه و نظارتی داخلیت داخل کردن ممکن نبود. به کاغان هم خصوصاً طبقه های دیگر را. بنابراین من تکلیف می کنم که هیئت کمیسیه فوق العاده اطراف عموماً از کارشان گرفته شوند و از بس که خود این کمیسیه موقتی است و به این کار شخصانی طالب را یافتن مشکل است، باز تا یافت شدن نامزدهای موافق همین رفیقان کار کرده ایستند. لیکن همین را دانند که هم کمیته مرکزی اجراییه، هم کمیته فرقه اشتراکیون و هم دیگر تشکیلات های مرکزی همیشه از کار آنها مراقبند و باید کارشان را دانسته کنند. سرکشی، بی‌مسئولیتی و سستی را راه ندهند. هوشیار و آماده کار باشند. اگر در مدتی چند وقتی دیگر با غیرت و فداکاری و هوشیاری خود را نشان داده توانند، کمیته مرکزی اجراییه می تواند این قرار خود را در حق آنها عوض کند. هرچند که حیدرقول، حکیمف و نظام الدین و باز دو سه تها به این قرار مقابل دست برداشتند، لیکن با رأی اکثریت قبول شد و به مسئله سیوم گذشتند. رفیقان محترم جنابان، گفت عبدالقادر محی الدینف، مسئله سیوم روزنامه ما مسئله از خلق محلی عسکر ترتیب دادن است. پیش از آن که به مذاکره و حل این مسئله گذاریم، من تکلیف می کردم که
سخن را به محرر گزیته بخارا اخباری جناب محمد سعید افندی بدهیم. این کس که ادیب محترم ما می باشند، چون مقدمه این مسئله سیوم روزنامه ما یک پارچه از آثار ادبی خود خوانده می دهند. محمد سعید احراری که در پایانتر خانه می نشست، از جا برخاسته به پیشگاه به قبط رئیس رفت و در دست یک دفتر اول به حاضران از پس پنسنه طلایی خود مدت نگاه کرده ایستاد تا که همه خاموش گشته به او دقت کردند. وی مردی بود قد پست، نه چندان فربه، سیاه چهره، قاقی نرو، با چشمانی کلان کلام، با رخساره اندکی به پیش جهیده و بینی زغوتگی. در تنش کستیومی ماهوتی اعلا بود که در ژیلتکه همرنگ آن زنجیره طلا از تگمه ها گذرانیده شده و آویزان می ایستاد. در پا موزه تگمه‌داری انگلیسی و شالواری گلیفی سرلوچ، مویهای اندک بالا شانه زده شدگی او ماش و برنج. این مرد از بخارا نبود، از ترکستان بوده. چندگاه در ترکیه خوانده و زابیر شده، خدمت عسکری کرده، از آنجا زنی ترک گرفته به بخارا آمده بود. حکومت بخارا او را محرر اولین گزیته انقلابی بخارا اخباری تعیین کرده بود و این وظیفه عین مدعای او گشت که در هر چند شماره یکی از آثار بدبینانه و پیش در پیچ خود را چاپ و نشر کرده می ایستاد. نوشتجات امروزه وی به ذوق بعضی ها فاریده بود، مگر که به او پیش از مسئله مهمی عسکرگیری سخن دادند. سونسز قش گفت وی و باز مجلس را از نظر گذرانید. همه خاموش منتظر سخن کردن او بودند. اسد مقسوم که این خیل ادیب و شاعرها را دوست نمی داشت و تاب و طاقت شنیدن سفسطه آنها را نداشت، رویش را ترش کرده به شریکانش نگاه کرد و دلتنگانه آه کشیده ماند. Bir kun kelib barcha gullar, yog'ochlar kuchli bir yel bilan yiqilib yerni o'padirlar. Yaproqlar uchib, chamanlar yig'laydilar va butun ochinni qayg'uli bir tuz chulg'ab oladir. Gullar so'lib, tabiat o'ladir. Biroq bu sog'in gullar, yiqiq yog'ochlar bir kun yana jonlanib, turli tuslar bilan bezanarlar. Titroq ishqlar va kulimsivovli gullar bir yangi quyoshdan jon topadirlar. Demak, yangidan ko'klam qaytib kelgan bo'lur. Menim uyg'oq xayollarim qayg'u qorlari bilan og'ulangan holda uchqon sayin baxtsiz ruhim tuganmoqda, qurmoqda va sarg'aymoqdadir. Biroq sening uksiz ruhim sening u ko'klamingga qovushar ehtimoling hechda yo'qdir. مضمون مختصری این چیزی که در شماره 9 گزیته بخارا اخباری در 26 نوامبر سال 1920 با امضای محمد سعید چاپ شده است چنین است: زمستانی به انتها، روزی می رسد و از شدت طوفان تمام گلها و درختها خم شده زمین را می بوسند، چمن می گیرید و دنیا تاریک می شود. ولی باز روزی می شود که این گلهای پژمرده از نو جان می گیرند، طبیعت باز گشته زنده می شود و از آفتاب دیگر بهره‌ور می شوند. اما روح من به قهقرا می رود، سرد می شود
و خشکیده زهیر می گردد. ای دل افسوس که تو بهار خود را نخواهی دید. سید احراری یک سرخم نموده گویا تعظیمی کرد و رفته به جایش نشست. اول همه خاموش بودند. بعد یک دو کس چپک زده ماند. حکیموف دست برداشته سؤال داد: این چیز چاپ شده است مگر؟ ها، در شماره 9 گزیته بخارا اخباری چاپ شده است، گفت از جانب مؤلف رئیس. اجازت دهید، گفت حیدرقل از جا برخاسته. مسئله خلق محلی را به صف عسکری سرخ دعوت کردن یکی از مسئله های مهم و حیاتی ریسپوبلیکا به شمار می رود. این مسئله را پیشتر از این برداشتن لازم بود، لیکن ما دیر کردیم. فقط انا امروز به حل این مسئله نزدیک شدیم. من حیران که به این مسئله مهم این پارچه ادبی محرر چه دخلی داشته باشد. این پارچه بغیر از آه و واه مایوسی و بغیر از نومیدی چیزی دیگری دیده نمی تواند. ما بهار زندگی خود را سر کردیم، اما محرر درباره زمستان تیره و نومیدی سخن می رانند. به فکر من این چیز را چاپ کردن، در بین مردم خواندن ضررناک است. چی رسد به آن که پیش از مسئله مهم در کمیته اجرایی مرکزی خوانده شدن آن. شما مقصد ما را نفهمیدید، گفت عثمان خواجه. پیش از این مسئله خوانده شدن این پارچه غمانگیز برای آن بود که به اعضایان کمیته خاطر رسان کنیم که اگر ما به حفظ ریسپوبلیکای خود، به حفظ بهار امروزه بر نخیزیم، همین طور طوفان‌های سخت آمدنش و گل‌های نوشکفته ما را یغما کردنش از احتمال دور نیست. گل باز بهار را دیدنش ممکن، لیکن گل آزادی ما آیا چی می شود؟ انا بنابران رفیقان، مسئله سیوم روزنامه ما، مسئله عسکرگیری، در حقیقت مسئله خیلی مهم است. بخارای انقلابی، بخارای آزاد و مستقل ما مثل گلی بهاری است. از احتمال دور نیست که طوفان‌های شدید، برف و بوران‌های شمال را آورد و این گل را پژمرده کند. برای محافظه کردن وطن محبوبمان، برای نگه داشتن استقلالیتمان لازم است که ما قوه کلان عسکری داشته باشیم. شبهه نیست که برای نگه داشتن استقلالیت ما روسیه و ترکستان به ما یاری داده می توانند. ولی حالا روسیه از هر طرف به هجوم سفیدان و خارجیان گرفتار شده است. ما نه اینکه از روسیه قوه عسکری طلبیم، بلکه با قوه قشون مسلح خود به وی یاری رسانیم. بنابراین تکلیف هست که قانون قبول کرده شود. шунавандаҳои азиз, шумо гуфтори 40-ро аз рӯи романи 12 дарвозаи бухорои нависандаи халқии тоҷикистон ҷалол икромӣ дар қироати ализода абдурашид хоҷанқул шунидед. коргардон шералӣ нағзалӣ, садобардор карим толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.